به کوی عقل مرو گر به عشق بردی را، وگر ز عقل گذشتی بگوی بسم الله. سلام، مهدی علیزاده هستم. محفل انسی در این فضا مهیا شده تا با همراهی و همرازی شما همدلان گرامی به بازخوانی متون ادبی، حکمی و عرفانی مشغول بشیم و معانی پرژرفای کلام بزرگان رو به قدر توان در موج سخنشون به نظاره بنشینیم. تلاش میکنیم تنازی‌های محتوایی رو در امواج سخن رادمردان زبان و ادب پارسی در سماع اندیشه ناب به نمایش درآریم و باهش به پایکوبی تفکر مشغول بشیم. ما رو در موج سخن همراهی کنید. موج سخن فعالیت خودش رو با حضرت حافظ شروع میکنه و امیدواره در کلک خیالانگیز این کیمیای هستی فلسفه‌ای برای اندیشیدن شایسته و بایسته در زندگی جستجو کنه تا از سر شوق به شرح شکن زلف یار مشغول بشه. در این گام آغازین 4 جلسه به همراه شما یاران گرامی غزل اول حافظ رو بازخوانی میکنیم. در این بازخوانی ابتدا کلیدواژه‌های هر بیت رو بررسی میکنیم و بعد نکات معنایی واژه‌ها و ترکیب‌ها رو مرور میکنیم. در مرحله بعد به نکته‌های ادبی و زیباشناسانه ابیات میپردازیم و در آخر به ذوق و سلیقه موج سخن، البته بر اساس شروح گوناگون، مفهوم بیت رو با زبان نثر بیان میکنیم. با بیت اول همراهمون باشید. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. اولین کلیدواژه در این بیت ساقی است. ساقی در حافظ دارای معانی متعددی است که به 2 حوزه جدی تقسیم میشه. یکی ساقی عرفانی و دیگری ساقی نوشاننده شراب. ساقی عرفانی بنا به توضیح مولانا بدرالدین در کتاب بدرالشروح 3 قسم داره. اول به معنای حضرت حق، به مصداق آیه 21 سوره انسان که می‌فرماد و پروردگار از شراب طهور به کام جانشان نوشاند. به تعبیر استاد حمیدیان در کتاب شرح شوق، حضرت حق مستقیم از شراب معرفتش به برجستگان و نزدیکانش می نوشاند. در جای دیگه حافظ میگه به درد و صاف تو را حکم نیست، خوش درکش که هر چه ساقی ما ریخت عین الطاف است. معنی دوم به معنی مرشد کامل که کنایه از مقام نبوت و وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت است. حامد جمالی دهلوی در مرآت المعانی میگه مرشد کامل در اینجا مصطفی است، هم نبی و هم ولی را رهنماست. و سوم مقام مبارک شیخوخیت و قطبیت در دبستان فکری عرفانی است که نقطه پرگار وجود است و به تعبیر عزیزالدین نصفی در کتاب انسان کامل
در هر عصری واسطه فیض و واسطه مدد و رابط میان حق و خلق هست. مثلی در این رابطه نقل میشه که شیخ در میان امت و زمان خودش نقشی به مانند پیامبر در میان امت خیش داره. حافظ در این مورد میگه آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. یک معنای دیگه برای ساقی در دیوان حافظ متصوره و اون اشاره به معنای حقیقی و عادی ساقی است که به معنای فرد شرابگردان است. ابیاتی از این دست به وفور در دیوان حافظ به چشم میخوره. از اون جمله کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش. و یا شراب لعل و جای امن، یار مهربان ساقی دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. و اما عشق دومین کلیدواژه در این بازخوانی ابیات حافظه. از کلیدی ترین و حائز اهمیت ترین کلیدواژه های ادب و فرهنگ و حیات بشری است و در حافظ نیز جزو برجسته ترین ها. استاد خرمشاهی در یک تقسیم بندی کلی کاربرد عشق در دیوان حافظ رو در 3 حوزه عشق زمینی، عشق ادبی و عشق عرفانی تقسیم میکنن و عشق عرفانی رو که قائلاً بیش از نیمی از غزلیات حافظ به دان میپردازد در 38 نوع طبقه بندی میکنن که یکی از اونها عشق خطیر و خطرناک است و این نخستین غزل رو در زمره اون قلمداد میکنن. در این بازخوانی دیوان حافظ به مرور تمام 38 نوع رو با همرازان حافظانه به غور خواهیم نشست. استاد سعید حمیدیان در شرح شوق یکی از دلایل این نوع تنوع برداشت از معنای عشق در حافظ رو محدودیت امکانات واژگانی در زبان پارسی میدونه، به این معنی که برای بهره‌وری از زوایای بسیار مقوله عشق فقط از واژه 3 حرفی عین، شین و قاف برخورداریم، در حالی که در متون پیشین با استفاده از امکانات زبان عربی برای بیان این مقصود از تعابیر گوناگونی استفاده می شده. مثلا جامی در نفحات الانس 11 مورد و ابن عربی در ترجمان الاشواق 4 مرحله رو ذکر می کنند. برای عشق در متون مراتب مختلفی متصورند که شدت و حدود و ثغور اون متفاوته. حاجی عبدالله در منازل السائرین این مراتب رو در 10 مرحله طبقه بندی میکنه که عبارتند از اول محبت، دوم غیرت، سوم شوق، چهارم قلق به معنی آرام شدن و اضطراب نداشتن، پنجم آتش، ششم وجد، هفتم دهش به معنی بخشش و موهبت، هشتم حیمان به معنی به علت وفور علاقه دچار سرگشتگی شدن و عمل کرد برخلاف تعقل داشتن، نهم برق و دهمین مورد ذوق. محبت در واقع موجب اضطرار میشه، چرا که جذبه و کشش معشوق به یک باره عنان اختیار به دست میگیره و ادعای دروغین محبت رو برملا میکنه. عشق هستی سوز و خانمان برانداز است و محبت غیور است و غیرت عشق اقتضا میکنه که بجز معشوق برای احدی علاقه باقی نمونه و عاشق به کلی در آتش عشق بسوزه. زردی رخسار، لاغری و اشک چشم از آثار سوزش عشق است. حال وجد و دهشت هم همچنین است، چنانکه حافظ میگه غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، کس کجا سر غمش در دهن عام افتاد.
طبق نظر مرحوم استاد سید جعفر شهیدی در شرح مثنوی، شرط نگهداری محبت یار اونه که به غیر از معشوق به کسی دیگه توجهی نشه. اغیار و دشمنانی هستند که سعی در جلب محبت عاشق به سوی خودشون دارن که از محبوب غافلش کنن. بر این دشمنان باید سخت گرفت و به اونها توجهی نکرد تا قصد عاشقان پاک دل رو نکنن و از توجه به معشوق باز ندارن. به هر روی محبت معشوق هنگامی که در دل عاشق رسوخ میکنه سر تا پاش رو در بر میگیره و وجودش رو یک پارچه آتش میکنه. تا به تحمل چنین عشقی سخت به نظر میاد و راه عشق راهی است بس دشوار. راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. اما باید گفت با اینکه راه عشق در آغاز صعب هست یا نموداری چنین دارد، در این سختی حلاوتی نهفته است که عقل سلیم رو به ورود در این سلسله مراتب تشویق میکنه. مولانا بدرالدین در بدرالشروح میگه به عاشق اول آرزو رو میکنه و به وسیله اون عشق شروع میشه. بعد در دل کششی احساس میکنه که به اون انزعاج میگن، به معنای دل از جا کنده شدن. در مرحله بعد در دل نسبت به معشوق احساس تعلق خاطر میکنه که بهش شوق میگن. پس از آن این تعلق ترقی پیدا میکنه و اوج میگیره که به اون اشتیاق میگن. در این مرحله شوق افت و خیز داره و گرم و سرد میشه، اما اشتیاق شدیدتر شده تا اینکه همه فکر و ذکر عاشق محدود به معشوق میشه و وارد وادی محبت میشن. در مرحله آخر خودش رو در معشوق فانی میبینه و بقای وجودی خودش رو فقط در وجود محبوب میبینه که در اینجا مرحله عشق آغاز شده و به تعبیر حافظ در این مرحله ابتدای مشکلاتی است که آغاز میشه. چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. در این همخوانی حافظ بعد از مرور کلیدواژه ها در ابیات نکات معنایی هر بیت رو با هم واکاوی میکنیم. نکات معنایی بیت اول اینها هستند: الا به معنی هان، ایها الساقی به معنی ای ساقی، ای میگسار. ادر به معنی به گردش درآور، بگردان. کأس به معنی جام شراب، ساغر. ناولها به معنی آن را بده، آن را برسان. نمود به معنی به نظر رسید. افتاد مشکلها به معنی اینکه مشکلات فراوان پدید آمد. بررسی نکات ادبی و زیباشناسانه ابیات از موارد دیگه‌ایه که در این شرح حافظ با هم بازخوانی می‌کنیم که بدون دقت در اونها شناسایی ژرفنای غزل حافظ میسر نیست. اشعار حافظ مملو و از نکات ظریف و زیبایی‌های زبانی است. از جمله نکات این بیت به این موارد میتونیم اشاره کنیم. نکته اول این که مصرع دوم حسن تعلیلی برای مصرع اوله. عشق آسان نمود اما حقیقتا آسان نبود. حافظ میگه تحصیل و عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل. مورد دیگه این که مشکل‌ها چون به صورت جمع و نکره آمده قابلیت تفسیر بی‌نهایت داره و خواننده با نوعی همزاد پنداری تصور میکنه بیت در وصف حال خودش سروده شده. نکته سوم، در آسان نمودن مشکل‌ها
آوردن کلمه افتاد به نوعی اختیاری نبودن عشق رو میرسونه و اینکه حادثه است که برای دل و در دل اتفاق میفته. گرداندن جام می به منظور فراموشی عشق و آسان نمودن مشکلات راه عشق، مشکلاتی که در نتیجه بی‌توجهی و استغنای معشوق برای عاشق پیش میاد. موضوع این بیت عشق هست و در بیت بعد این مسئله بسط داده میشه. به نقل از دکتر اسلامی ندوشن در حقیقت بیت دوم توجیهی است برای بیت اول، نه تنها توجیه بلکه مکمل بیت اوله. و اما مفهوم بیت، در پایان هر بیت مفهوم اون با توجه به مجموع شروح دیوان حافظ و مقالاتی که در این مورد در دسترس هست به زبان موج سخن تبیین میشه. مفهوم این بیت رو اینطور برداشت میکنیم: ساقی جان، جام مدهوش کننده شراب ناب را به گردش درآور و به من برسان، چرا که عشق مرا به کارزاری کشانده است که در وهله نخست آسان به نظر می آمد، ولی به طور غیر قابل وصفی به ورطه مشکلات و هیجانات ناشی از عشق افتادم و برای رهایی از آن نیاز به جام معجزه آسای تو دارم. از اینکه حوصله به خرج دادین و همراه هم بودین بی نهایت سپاسگزارم. برای اینکه زمان طولانی نشه برخی از ابیات که در شرحشون نیاز به واکاوی بیشتری داریم به طور مستقل خونده میشه. تا کمی که جلو رفتیم و کلیات معنایی رو در دریافت محتوای حافظانه مرور کردیم، غزلهای بعد رو به طور کامل در یک جلسه به شرح بنشینیم. همتون رو به خداوندگار مهر می سپارم.